به نام خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیزم. انشالله که حالتون خوب باشه. با داستان واقعی توهم عشق در خدمت شما عزیزان هستم. این قسمت تعصبی کورکورانه. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. چند ماه پس از خواستگاری امیرعلی و آن آشنایی کذایی خانواده بهزاد با خانواده ما، صحنه خانه ما از آرامش خود خارج شده بود و به صحنه جنگی بی‌وقفه تبدیل شده بود. جنگی بین من و خانواده‌ام، همه آنها یک طرف و من هم یک طرف. هر کس میخواست حرف خودش را به کرسی بنشاند و البته حرف خانواده‌ام حق بود و حقیقت بود و من در اشتباهی مهلک دست و پا می‌زدم، اشتباهی که میرفت آینده‌ام را به آتش بکشد. هیچ وقت آن روزها رو فراموش نمی کنم. من برای اینکه به بهزاد برسم، یا اینکه بهتر بگویم بهزاد به خواسته‌اش برسد و با او عقد کنم، جلوی تمام خانواده‌ام ایستادم و بالاخره بعد از چندین ماه پافشاری و لجاجت من که گاهی با قهر و اعتصاب غذایم همراه میشد، پدرم به ناچار رضایت داد، اما با شرطها و شروطها. و شرطهایی که گذاشت از این قرار بود: یکی این که حق طلاق با من باشد و دوم این که مبلغ مهریه هم 313 سکه بهار آزادی باشد. بهزاد از همان اول هم این شرطها را قبول کرده بود، اما من نمیدانستم این شرطها عقده‌ای خواهد شد که درون بهزاد انباشته می شود و کم کم این عقده سر باز می کند و در آینده نه چندان دور نتیجهش را خواهم دید. بالاخره با زور سرنیزه من خانواده‌ام از موضعشان عقب نشینی کردند که ای کاش نمی کردند و روزی را مشخص کردند برای عقد من و بهزاد. آنها اینقدر از این خانواده بدشان می آمد که حتی حاضر نشدند برای بار دوم آنها را به روستا دعوت کنند و به حساب خودشان خواستگاری رسمی انجام شود. چون برادران من محمدعلی و رضا آنقدر پشت سر آنها از مردم حرف شنیده بودند که خوششان نمی آمد بار دیگر پای آنها به خانه ما باز شود و شاید اینگونه می‌خواستند به نوعی آخرین اخطار را به من بدهند تا بلکه من از خر شیطان پیاده شوم و جواب رد به بهزاد بدهم. اما من تصمیمی که گرفته بودم روی آن محکم و لجوجانه ایستاده بودم. گویی بهزاد مرا سحر کرده بود و تمام خوبی‌های عالم را در وجود ناقص او می‌دیدم. طوری به من القا کرده بود که با خودم می‌گفتم اگر من به بهزاد جواب رد بدهم، قهر و غضب خدا شامل حالم می‌شود و با این تفکرات ابلهانه با آنچه که می‌خواستم رسیدم. روزها تند و تند سپری می‌شد. درست است برای من سخت می‌گذشت، اما روزگار است دیگر، می‌گذرد. آن هم می‌گذشت و بالاخره به روزی رسیدیم که پدرم برای عقد من و بهزاد تعیین کرده بود. قرار بر این شد که من و بهزاد با حضور خانواده در محضری واقع در شهر مشهد به عقد هم درآییم. طبق برنامه‌ریزی که کرده بودیم، عقد ما صبح زود در محضر انجام می‌شد و روز بعدش هم مراسم جشن کوچکی با حضور اقوام ما
در روستا در خانه پدریم برقرار بود. درست است که خانواده‌ام راضی به ازدواج من و بهزاد نبودند، اما حالا که بالاجبار این کار را انجام می‌دادند، به خاطر من که واقعاً برایشان عزیز بودم و البته به خاطر بستن در دهان مردم روستا که همیشه از کاه کوه می‌ساختند، لازم بود جشن کوچکی مطابق با آداب و رسوم روستا برگزار شود. هر لحظه و هر دقیقه که به مراسم عقدمان نزدیک می شدیم، دل درون سینه‌ام به تپشی بیش از قبل می افتاد و اما بهزاد هم حرکاتش عجیبتر می شد و من این حرکات را پای استرس او برای رسیدن به وصال می نوشتم. گاهی از مغازه‌داری که برای خرید وسایل عقد به فروشگاهش رفتیم عیب می گرفت و می گفت فریده، این آقا چرا اینجور نگاهت میکنه؟ نکنه قبلا همدیگر رو میشناختین؟ نکنه شما با هم یه سر و سری دارین و من خبر ندارم ها؟ و گاهی از عابران پیاده که از کنارمان میگذشتند و از سر اتفاق به ما نگاه میکردند ایراد میگرفت و به من میگفت و معتقد بود هر کدام از اینها که رد میشدند مشکوکند و به من نگاه عاشقانه میکنند. بهزاد بدون رو درواسی مرا متهم میکرد که با هر کدام از اینها ارتباط داشتم و من احمق هم تمام این رفتارهای نامعقولانه را پای عشق و دوست داشتن بهزاد میگذاشتم و میگفتم عشقی که در آستانه فوران شدن است نشانهایش حتما همین است. و در جواب بهزاد لبخند کوتاهی میزدم و میگفتم بهزاد شوخی نکن، این حرفها رو نزن، ملت بهت میخندن، آخه من اینا رو که نمیشناسم، چرا اینجور میگی؟ و فقط همین حرف رو میزدم و خیلی ساده و راحت از کنار این قضیه میگذشتم. روز عقدمان با دلی پر از امید به محضر رفتیم. از خانواده من فقط پدرم همراه با حمیده آمده بودند. حمیده هم طبق گفته خودش از طرف بچه های ما معمول بود تا عقد من رو به هم بزند و درست یادم است تا آخرین لحظه که خطبه عقد جاری شد مدام زیر گوشم میگفت فریده به جان خودم داری اشتباه میکنی، ما کلی راجع به بهزاد تحقیق کردیم، این آقا واقعا اونی نیست که نشون میده، به خدا هنوز معتاده، من نمیدونم چه ترفندی زده که آزمایش اعتیادش منفی شده، اینو شاید هر معتادی بلد باشه، ما بلد نیستیم چون تو این راه نبودیم و نیستیم. اما خودت که میدونی داداش رضا یک پا آدم شناس هست، چند بارم مخفیانه رفته و بهزاد رو تعقیب کرده، میگه به والله معتاده، میگه سر از محله مواد فروش ها در آورده، میگه این پسره از لحاظ روانی هم مشکل داره، اونقدرا مشکل داره که حتی مادر خودش هم راضی نیست بره خونشون و حاضر خرج و درجش رو دورا دور بده اما چشمش به چشم این پسره نیفته. و بعد صداش رو آهسته تر کرد و ادامه داد بچه ها حتی پیش همسر سابق بهزاد هم رفتن، حرفهای اون زن میزد که مو به تن آدم سیخ میشد. فرید خواهش میکنم یکم
عاقلانه تصمیم بگیر. حمیده حرف میزد و من ناگهان پریدم وسط حرف حمیده و گفتم ببین خواهر من، فریده تصمیم خودش رو گرفته. از همین الان من خودم را زن بهزاد میدونم. پس لطفاً این حرفهای الکی و دروغ رو سر هم نکنید. در اون لحظه من به جای اینکه از روی عقل و منطق به حرفهای خانواده‌ام که دوستم داشتند گوش کنم، از روی تعصبی کورکورانه آنها رو قضاوت می‌کردم و چشمهایم رو به روی واقعیتی که از روز روشن‌تر بود بسته بودم. این داستان ادامه دارد. با ما همراه باشید در کانال رمان‌های واقعی. سابسکرایب فراموش نشه.